أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان، از علمی صرف، از گراماتیک زبان عربی 20 درس گرفتیم. حالا باشد درس 21 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتاب بیدان درس 21. موضوع درس 21 ما و شما مجهول فعل نهی است. درس گذشته ما و شما معلوم فعل نهی را گرفتیم و این درس 21 انشاءالله درباره مجهول فعل نهی صحبت خواهیم کرد. پس مجهول فعل نهی همچنین 14 صیغه دارد. مجهول فعل نهی همچنین 14 صیغه دارد. پس این همون 14 صیغه اش می باشد. اکنون می بینیم صاحب کتاب درباره مجهول فعل نهی چی می گوید. در صحیفه 51 هر کسی که این کتاب را دارد، در صحیفه 51 درباره مجهول فعل نهی صاحب کتاب بیدان می گوید که اگر خواهی که معلوم فعل نهی را مجهول کنی، ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا تضرب لا تضرب شود. خب این عباره که حالا گفت، ما با این عباره شناس هستیم، آشنا هستیم. در فعل مضارع هم این کار کردیم، در فعل جهد کردیم، در فعل نفی کردیم. پس این عباره را ما خوب میدونیم. از این حساب به خاطر وقت نگرفتن بنده این کارها را کردم. ما قبل آخر را فتح کن، حرف مضارعت را ضم کن. پس اینها هم دیگر ما قبل آخر است. اینها تیا هم حرفای مضارعت، همه تیا و این الف، اینها نون، اینها حرفای مضارعت هستند و این حرفای ر در کلمه ضربه ما قبل چی هست؟ آخرت. ببینید همه اش را فتحه کردگی هستیم. این را دیگر توضیح نمیتیم زیرا اینکه با این ما و شما شناس هستیم. اکنون میگوید که مجهول فعل نهی را نیز 14 مثال است. ببینید مجهول فعل نهی همگی 14 مثال داره، چطوری که در اینجا همچنین نوشتیم. 6 مخاطب را بود و 6 غایب را بود و 2 حکایت نفس را بود. آن 6 که مخاطب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. این همون عباره های هسته که در درس گذشته ما و شما بارها خواندیم. آن 3 که مذکر را بود اکنون را ترجمه میکند، برای ما توضیح میدهد. میگوید که لا تضرب، لا تضرب ترجمهش زده نشوی تو مرد، صیغه واحد مذکری مخاطب مجهول فعل نهی. ترجمه لا تضرب پس زده نشوی تو مرد، یعنی که زده نشوی، کسی دیگر تو را نزند، کسی تو را نزند، زده نشوی، شته نخوری تو مرد. پس این ترجمه اش است. اگر یک کس باشد، اگر 2 کس باشند لا تضربه، لا تضربه ترجمهش زده نشوید شما 2 مرد، صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل نهی. لا تضربه زده نشوید شما 2 مرد. جمعش لا تضربو، لا تضربو ترجمهش زده نشوید شما همه مردان، صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل نهی. پس این 3 صیغه مذکر مخاطب بود. اکنون صاحب کتاب میگوید که اون 3 که مؤنث را بود، اکنون این 3 طرح بیان میکند. میگوید اون 3 که برای مؤنث هست، لا تضربی زده نشوید تو زن. لا تضربی ترجمهش زده نشوید تو زن، صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل نهی. زده نشوی یعنی شته خورانده نشوی تو زن، یک زن باشد. 2 تا باشد میگیم لا تضربه، لا تضربه ترجمهش زده نشوید شما 2 زن،
صيغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل نهی. لا تضربا زده نشوید شما دو زن. اکنون زنهای بسیار باشد میگیم لا تضربنا، لا تضربنا. ترجمهش زده نشوید شما همه زنان صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل نهی. پس این 6 صیغه مخاطب بود. اکنون میگذاریم در 6 تای غایب. صاحب کتاب میگوید که آن 6 که غایب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. آن 3 که مذکر را بود اکنون این 3 را بیان میکند. میگوید آن 3 که برای مذکر هست لا یضرب، لا یضرب. ترجمهش زده مشود و این مرد صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل نهی. زده مشود یعنی زده نشود و این مرد، زده نشود و این مرد ترجمه کرده می شود لا یضرب اگر یک مرد باشد. اگر دو کس باشد میگیم لا یضربا، لا یضربا. ترجمهش زده مشوند ایشان دو مرد صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول فعل نهی. لا یضربا زده نشوند و ایها دو مرد. اگر بسیاری باشند مردها میگیم لا یضربو، لا یضربو. ترجمهش زده مشوند ایشان همه مردان صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل نهی. ببینید لا یضربو زده نشوند همه مردها. پس این 3 صیغه مذکر بود، مذکر غایب. اکنون میگوید اون 3 که مؤنث را بود. اکنون 3 تا صاحب کتاب بدان بیان میکند. میگوید اون 3 که برای مؤنث است یکمش لا تضرب، لا تضرب. ترجمهش زده مشود و زن صیغه واحده مؤنث غایبه مجهول فعل نهی. زده نشود و زن باید شطه نخورد و زن. پس این یک است. اگر دو کس باشد میگوید لا تضربا، لا تضربا. ترجمهش زده مشوند ایشان دو زن صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل نهی. زده نشوند و ایها دو زن. اکنون جمع باشد میگیم لا یضربنا، لا یضربنا. ترجمهش زده مشوند ایشان همه زنان صیغه جمع مؤنث غایباتی مجهول فعل نهی. و این بود اکنون 6 صیغه غایب، 3 مذکر 3 مؤنث. این هم به پایان رسید. صاحب کتاب میگوید آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی دو تایی که برای متکلم و متکلم غیره است. اونها یکمش لا اضرب، لا اضرب. ترجمهش زده مشوند من مرد و یا زن صیغه واحد متکلمی مجهول فعل نهی. زده مشوند من مرد یعنی که شطه نخورم من مرد، مرا نزنند. زده نشوند من یعنی شطه خورده نشود من. پس این ترجمهش لا اضرب زده مشوند، زده نشوند من مرد و یا زن یعنی که مرد و زن همین طور استفاده میبرند. و آخرین صیغه مجهول فعل نهی لا نضرب، لا نضرب. ترجمهش زده مشویم ما همه مردان و یا همه زنان صیغه متکلم مع الغیر مجهول فعل نهی. یعنی شطه نخوریم ما، شطه زده نشویم ما، همه مردان و یا همه زنان یعنی مرد و زن به همین طریق سخن میگویند و به همین کلمه را استفاده میبرند اگر دو کس یا از دو کس زیاد باشند. پس این هست 14 صیغه مجهول فعل نهی. با این 14 صیغه مجهول فعل نهی به پایان رسید. اکنون این را تصریفش مانده است، چطوری که در سوی گذشته همچنین ما و شما تصریف این را بیان میکردیم. در این درس هم همچنین بیان میکنیم که اول از مخاطب شروع میکنیم، چطوری که درس گذشته گفتیم به خاطر چی اول مخاطب را ماندیم و بعد غایب را. اکنون از مخاطب شروع میکنیم که لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا، لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، لا تضرب، لا تضربا، لا یضربنا، لا اضرب، لا نضرب. و هر فعل دیگر آوردیم در جای این مانده به مثل همین میگوییم. مثلا لا یدحرج، مثلا از مخاطب شروع که کرده میگیم لا تدحرج، لا تدحرجا، لا تدحرجو، لا تدحرجی، لا تدحرجا، لا تدحرجنا، لا يدحرج، لا يدحرجا، لا يدحرجو، لا تدحرج، لا تدحرجا، لا يدحرجنا، لا أدحرج، لا ندحرج، لا